اخترونه خو به هم ډېر ځلي خو واورې سره اختر به هم دلی نه و. نو دا هم د واورې اختر. ببینید دوستان عزیز، حال هم خرابی از طوفان حال هم دیده میشه. اینجا و برف پیشینگه که شده بود، طوفان نمیشه برف کوج آمده بود. عید خوبه فضل خدا، خوش میگذره این توشا، خواب هوای سرد، برفباری، سا خوبه خدا رو شکر. تقریبا 11 ماه میشه کاملا. 11 ماه؟ بله. نرفت ولی؟ نه. خب فامیلا بخواه دیگه. نه نمیشه دیگه، خواهیدم نمیشه، به طلبش نمیشه، بارم نمیشه. خالی تو؟ یه خانه نداره، من خانه کرایه زورم نمیرسه که یه 6000 7000 کرایه خانه میگیره. عیدت مبارک. یک بغل کشی کنیم دیگه تو نمیشه. بخیر است، صحتمند هستی؟ خوب هستی؟ این موتر از خودت است؟ شکر است. موتر چی است؟ این موتر خاور است. خب یخچال بار کردیم، بینش آیسکریم است. کجا میبری بخیر؟ طرف کندوز بخیر. یک تا خدا بغل اینجا. این دیگه استراحت بده. خوب هستی؟ عیدت مبارک. بخیر هستی؟ بخیر باشی. صحتمند هستی؟ بخیر باشی، سلامت باشی. تشکر. بخیر باشی. هستی دیگه؟ بخیر. بخیر آمدی. چیکاری شب بخواب بودی؟ الله شب بیدار بودیم. خواب نمیدیم. منظره عالی کوههای رباطک، مسیر بلخ. ما زان پاکدلانیم که کس کینه نداریم، یک شار پر از دشمن و یک یار نداریم. الله یار باشه و دشمن قطار. دیگه زحمت میکشیم، شما هم کوشش کنیم، یک سابسکرایب، لایک، شیر هم یادتان نره. السلام علیکم دوستان، استری مسیح صحتمند بخیر. اختر مبارک سر دوستای عزیز، مانده نباشین. عیدتان مبارک، روزه و نمازتان قبول. دوستا شما نگویید که ای از کجا عید مبارکی میکنه. دوستای عزیز، ما روز اول عید در سالنگ دیگه چون یک سفر داریم بخیر طرف سمت شمال دیگه. روز اول در سالنگ هستیم. سالنگ هم ببینین چه قسم برفباری است و ببینین دوستا منظره را شما پشت سر میبینین. دوستانو واوره خوینی موز روزی می قبول اختر مبارک سه. دلته راغلی دوستانو تاسو به د منظره زه ښکاره کړم. مالته راځه چې تاسو ته تصویر ښکاره کړم چې وګورئ. اوله ورځ اخترونه خو هم ډېر ځلي وو خو واورې سره اختر به هم دلی نه و. نو دا هم د واورې اختر. او دوستانو څنګه ده واوره؟ داسې واوره وریږي. او دوستانو دا هغه موقعیت ده چې دغه یو میاشت دوه میاشتې مخکې دلته طوفان هم راغلی و. دلته دا ډېر طوفاني ساحه ده چې دلته دغه شاته یو هوټل دلته تاسو زه ښکاره کوم. دغه هوټل چې تاسو وینئ دا هوټل باندې ننوتي و. اوس هم دا د طوفان خرابي ګوره اوس هم شته دي. ببینید دوستای عزیز، حال هم خرابی از طوفان حال هم دیده میشه. اینجا و برف پیشینگه که شده بود، طوفان نمیشه برف کوج آمده بود. هتل رفته بود اینجا 2 نفر از کارمندای شهید شده بود دیگه. این یک منظره داره دوستا ببینید. منظره خو بل داره دوستان. نو بس داسې وضعیت ده. واوره ښایسته واوره وریږي. یاره هېڅکله ما تر اوسه پورې په یو وخت کې موږ ډېر واړه وو چې ژمی به وو او روزه به بیا به اختر راغی. نو اوس دغه د سپین ږیري سلونو بیا راغی د اختر او دا هم واوره. منظره بس تاسو ته ښکاره کړم دوستان، تاسو منظره وګورئ. دوستانو ستاسو کمنټو کې ووایئ چې ستاسو اختر څنګه ده. واوره ستا ده، واوره ده، باران ده تاسو ساحه کې څه شی ده؟ دلته به دلته خو واوره وریږي سالنګ کې. دا سالنګ شمالي سالنګ ده. موږ سفر لرو ګورو بس دا واوره تر کوم ځای پورې ده. او بس مخکې خو په تونل کې رقم یخه کوم و بیروبار هم زښته زیات و. او بله خبر داسې ډېر مینیار و هلته، یعنې ډېر تیزه واوره ورېدله چې دا که شپې پورې وورېږي نو بیا امکان د دې لري چې لاره بنده سي. خو دوستانو دا ویډیو څوک ګوري، څوک چې د سالنګ په لاره راځي، کوشش دې دا وکړي چې لارې نه اول واخلئ، لارې نه ځان مطمئنه کړئ
بیارسی ولی سی اوس واور وریدل ده یخک ده که ده خواستم شمال خوا چکر راځي ولی باز موږ جنوب خوا یا جنوب خوا ولایتونه یا ننګرهار لغمادي ولایتو خو نه راځي سمت شمال ته خصوصا اخترو کې کوشش کوي چې به هر راځي مجهز راسي ولی واور وریږي چند باید ولري کی بیا دا واور پرته سولنه بیا یخک ده نو تاسو ډیر کوشش وکوي چې خپل ځان ل چاین له کوم وسایل چې دا ټول سنبال کړي بیا راسي تاسو منظرې دوستانو خوند واخلئ دوستانو دا هوټل مخکې چې تاسو ویل دغه هغه راغلی و البرز کوچ دا مخامخ سړک موټرونه دي بس ځي او دلته دا ګلۍ پنج ده دوشاخ ورته وایي دوستان من یاد ونوزی سو عزیز گلای پنج است دوشاخ یا کسایی که اینجا بلد هستن اینجا دیده دیگه یعنی موقعیت شما هم که می آمدین مجهز میاد برف دیگه رقم شروع کرده که اگه رقمی تاشا باشه بسیار زیاد شاید یخک و خدا کنه که انشالله با رحمتش باشه باش ما هم داخل هتل بریم که یا هم یک عید مبارکی کنیم. سلام علیکم. خوب هستین؟ شما خوبی؟ عیدتان مبارک. خوب هستین؟ بخیر هستین؟ شما خوب؟ بخیر؟ باش که من نکار صحیح کنم. خوب هستین؟ شکر فضل خدا بخیر باشید. عید خوبه فضل خدا. خوش میگذره این توشا خواب هوای سرد برفباری. خوبه خدا شکر. آره امروز بخیر شروع شد دیگه روزخوری. امروز فضل خدا که ساعت 11 بجه شب بود اعلام کرد. خب. باز ما دیگه نگار آماده کردیم دیگه در خدمت مشتری هستیم. هر روز باز شما در 23 روز هستیم یعنی نوبت از دیگه باز خانه میرین؟ نه خب هستیم تا 5 6 روز هستیم. تیمی که خانه رفته با 3 4 روز بعد که ما 3 4 میریم خانه ان شاء الله. خانه کجاست؟ خانه اون طرف سالنگ است. خب. اینجا خود در کدام بخش کار میکنید؟ اینم بالا بخش نان تیرگری است. خب نان آره با پارچینگ صدا میکنه سر ما که مثلا 5 تا قابل 3 تا کرایه بیار عمر میمدم مسافر پیسرم خیلی روان میکنی شیطانی میکنی پیسر نه پیسر او شیطانی نه نه پیسه کار نداره پیسه کار داره چند وقت پیش اینجا حادثه شده بود دوستا می شهید شد شما بخیر گذشت فضل خدا حادثه کو بخیر گذشت ولی چند از دوستا من نه خانه بودم دم حادثه در وقت داشتم میگم بخیر باش سلامت زنده باشی بابرو باش بخیر باش هستم بچه‌ها باش که برای دیگه هم خیلی مبارکی کنم. خدا فهمیده آشپزخونه بخیر بچه‌ها را اکبر گیره دیدن. سلام علیکم. ای کاکا خوب گوشکی را مونده. کاکا مونده نباشه. عیدت مبارک. بخیر بیایید طرف که بغل کشی کنیم دیگه نه عید که بغل کشی نباشه باز مزه نمیتنه. آیا مشهدی. سلام چشم خوب است. بخیر باشی سلامت. بخیر است. بخیر باشی. چی میکنی بخیر؟ ترکاری جور وظیفه ترکاجو کردن؟ بله. چی میشنیدی گوشکی؟ گوشکی پیام بود قایی کسی دوستایم بود پیام میدادم. نه خانه دق شده پیام. نه خانه ایران است خانه رخ نمیکنه اینترنت قطع است. خب تو بخیر دیگه. مسافر هستم. وضعیت خراب است. آره. چقدر وقت میشه آمدی ایران؟ ما تقریبا 11 ماه میشه کاملا. 11 ماه؟ بله. نرفتی دالی؟ نه. خب فامیل بخوای دیگه. نه نمیشه جگم خواهیدم نمیشه به تعلمش نمیشه بارم نمیشه. خالی تو؟ یه خانه ندارم من خانه کرایه زورم نمیرسه که یه 6000 7000 کرایه خانه میگیره. خب. از کجا کنم؟ اینجا ارزان نیست این سالنگو؟ نه. اینجا هم قیمت است؟ قیمت است. خیلی وضعیت خراب است. وضعیت خراب است. همینجا سید همینجا تیر میکنی؟ بله دیگه. اولاد است؟ است. چند تا؟ اولادا دو تاش اینجا است کرده مرسد است دو بچه‌م 5 6 ایران است. خب ان شاء الله عید خوش داشته باشی. بخیر باشی شما هم خوش داشته باشی. خفه نشو بخیر باشی. نه بخیر باشی. خوب هستی ودت؟ سلام علیکم. عیدتان مبارک. شریف ذات و عادات داخل خوب هستی بخیر هستی جون است. شکر خدا خوب هستی بخیر. چی تیار داری بخیر؟ قابلی فعلا داریم کرایی هم در جوش است. تیار قبیلیان تیار داریم ها. خب فعلا قابلی دیگه تا آماده نشده. نه آماده شده. خب. بخیر. بیا که قابلی توزیع کنیم. قابلی هم نفر بیا و توزیع کنیم. چند بجه با شروع میشه چیتون؟ ناخوری ما از ساعت 8 بجه شروع میشه. هر وقت دیگه آماده شد از اون وقت شروع میشه. روز اول از روز دید از دیگه تو ناخوری نیست ها. خانه کجاست؟ خانم پایین است خنجان. خب.
میری بخیر بازونی هستیم سیدو رفتیم نماز عید خوندیم با آمدیم یک دو سه روز هستیم با استاد مقامات با ما میریم خیلی دیگه میشه تیم میکنه نه اون دیگه هست دیگه چی کنیم وقت ما مشارات چی کنیم گفته بود که پدرم یه جای کار میکنه کل مردم اول نان میده باز خودش میخوره نه حالا خودت کلی ایده میشه مردم نان میدی باز بعد از دیگه خودت شروع میکنی نه با خیر دیت گلید دیگه میشن برو ان شاء الله موفق باشی شما موفق خودت خوب هستی بده جان و جور است باشو برادرم گوشت توتک داره است چطور هستی امروز عید خوش براتون میخوایم از شما هم شما سلامت خدا دوستانی ما حول هتل است ما اکثرت وقت که میم دیگه نمیجا جای ماست خدمتتان انشالله میکنه و حادثه هم که شده بودین از این موقع بخرم از این موقع آمده بود برکوش نه از اینجا آمده بود باش که این خزانه دارم گپ بزنم که کل پیسای ما رو نمیگیره مانده نباشی خوب هستی؟ بخیر است. عیدت مبارک. عید شما مبارک. چطور هستی؟ چرا به شما هستی روزه گرفتی چطور؟ نه یا 30 روز روزه بعد بیتاب کرده؟ نه تاثیر نمیکنه. خب سردی است. چطور هستی؟ شکر الحمدلله. عید خوب میگذره؟ خوب است. دوستای یاد نمیاد قرارش تگیسی جا پیش رفت خانه میری؟ بخیر فردا. خب نوبت از دیگه حتما نوبت است. بیادر یا پدر میاری فردا آمدم فردا. سلامت باشی بخیر باشی. عید خوش براتون میگذره همچنین. استاد چطور هستی استاد؟ صحتمند عیدت مبارک یک بغل کشی کنیم دیگه تو نمیشه نه بخیر است. عیدت مبارک خوب هستی؟ شکر خدا این موتر از خودت است؟ شکر است. این موتر چی است؟ این موتر خاور است. خب یخچال بار کردیم بینش آیسکریم است. کجا میبری بخیر؟ طرف کندوز بخیر. خب خانه کجاست؟ خانه کابل است. خب سرک 80 متری میدان هوایی چهارقلای وزیرآباد. چی وقت پس میری بخیر؟ ان شاء الله یک روز بعد بخیر. عید دیگه روزگار است دیگه؟ روزگار زندگی است. ببینین روزی حلال پیدا کردن آسان هم نیست مقصد این روزی این موترها در سالنگ برف جنجال این مشکلات ها هست دیگه. مشکلات هست دیگه. آباد هست شکر است فضل سلام. نشدی بش حالا شدیم دیگه چی کنیم؟ همین روز اول که امروز آبادا نباشی حالا مشکلات کمک کنم دک نرانی مجبور است. عید خوش برات میخوام استاد سلامت باشی. سلامت باشه خیر ببینید. خدا صحتتون برکت دوستا وقت مشکلات هست این دیگه عید است و مردم ها دیگه وقت سختی ها را که میبینید خصوصا موترهای کلان در را خیلی به زحمت میشن و برفا که میبارن آقا بایستا دروازه را رقم محکم کردی سلام علیکم مانده نباشی جور هستی عیدت مبارک عید تو هم مبارک چطور هستی؟ شکر خوب هستم بخیر هستی؟ شکر تو خوب هستی چطور برف هست نه هوا سرده هوا سردم آخر ماه هوته دیگه برفاری ها خب آه بابا چه ماشاءالله شما چقدر معقول است خداوند دیگه متعال دربارش جوانیت کنم برکت ان شاء الله بخیر باشی روز کاربار خوب است میگذرم ها میجا هستی پیش مادر جان رفتی امروز آمدم یک نیم ساعت پیش بارکی کردم راش مادر پس چی وقت میری باز دو سه مید دوستا اینی دکان از بیادر است اینی چیزا را داره دیگه یک تا خدا بغل اینی جانه این دیگه استراحت بده خوب است عیدت مبارک بخیر هستی بخیر باشی صحتمند هستی بخیر باشی سلامت باشی تشکر بخیر باشی هستی دیگه بخیر بخیر آمدی چه کردی شب بیدار خواب بودی الله شب بیدار بودیم خواب نمیدیم جور است نه والا اینجا کس کلان دو نفری است شب ما بودیم امروز بچه آمده است عید نکردی والا این نکردیم دیگه حال ما میریم بچه هست یک درست ما بودیم مالی آمده است دیگه حال ما میریم هست جور است بخیر باشی جورا چای نه چیز خوردی سلامت باشی اینی دکان بیادر است این دو شاخ که آمدین دیگه باز فکر که این نفر پیدا کنین ان شاء الله بخاطر که ما مشترک از مشتری از این نفر هم هست این نفر پیدا کنین اینی هم است اونو هم است ان شاء الله مرادتون میکنه فقط بگین از چینل یوتیوب فوت نداری ان شاء الله مرادتون میکنه صحیح خب این دوستای دیگه هم از کلگی خواب از دیگه تا کار صحیح شروع نشده نه
خب اینا سمت شده خوب شده گفتن اگه این حرکت کرده بودم دوستای نسای کوچه ناو سمت کرده چون جور کرده دیگه خب این دکان هاست دیگه دوستا تشکر سلامت باشه. نه دوستا کسایی که نبات دوست داره نقل حلوای مغزی دایی کدامش باز خوب بشه حلوای مغزی اولش اولیش کدام است برنامه چی است که با دوستا به همون نام بگه نه حلوای پزی سمرقند مجدی تو بیاره برید سمرقند مجدی سایس اینی دوستا دیگه اینی چیزا را فقط میتونید اینجا بسیار مراد کنی بازا بچه خب سایس میکنیم چرا نه هموطن ماست برش مراد میکنیم مکتب میری؟ سم چند هستی؟ 12 شعر یاد داری یا نه؟ بگو یک شعر بگو بسم الله الرحمن الرحیم. ما زان پاک دلانیم که ز کس کینه نداریم، یک شار پر از دشمن و یک یار نداریم. الله یار باشه و دشمن قطار. ماشاءالله موفق باشین. خداحافظ برادران. خداحافظ. خب دوستا اینی هم ساحه ایجا دیدین قصه کردیم یک چند دقیقه سالنگ است. این دیجا است کلگی مصروف مردم ها روزگار است دیگه. کسی در پولی فامیل و کسی در این رقم مسافرت و این مرا دوستا واش که چهره من نشان بدم این مرا نمیبینین دوستا در مسافرت هستم دیگه. به خاطر که به شما برنامه جور کنیم برنامه خوب داشته باشیم دوستا چنل ما رو سابسکرایب کنین لایک کامنت شیر یادتان نره دیگه. زحمت میکشیم شما هم کوشش کنین یک سابسکرایب لایک شیر هم یادتان نره دیگه. اینی سایه سالنگ دوستا برنامه ایجاد داشتیم ان شاء الله تا مسیری که داریم باز جای براتون باز تصویرا می داشته باشیم. با ما باشین. دوستان عزیز بازم به ادامه سفر ما خوش آمدید. ما فعلا دیگه در ساحه رباطک هستیم. این ساحه منظره را شما ببینید چقدر یک منظره زیبا چقدر یک منظره عالی. کوه را ببینید واقعا قربان قدرت های خداوند شوید که چی یک منظره زیبا ده اینجا. دوستا عید شما بازم مبارک. ما در سفر عیدی هستیم. امروز روز اول عید است و ما شما از مسیر کابل الی بلخ مزار شریف و شما برنامه داشتیم دیگه. این منظره را گفتیم باش ما همراه شما شریک بسازیم که در این مسیر مزار یا بلخ که میگیم مسیر کابل بلخ دیگه اینجا موقعیت داره. با شما که آمدین اینجا این خب حال شروعی هم فصل بهار است. یک ماه که تیر شوه یک ماه دو ماه تیر شوه باز گل و لاله بسیار زیاد طرفا پایین‌تر دیگه. این درختای دیده میشه که بعضیا میگه در اینجا پسته هم هست درختای پسته اینجا است دیگه. این موقعیت که دوستان میبینین اینجا این دیگه مسیر از طرف کابل آمده. این مسیر یعنی کابل بعد از ولایت بغلان که از بغلان دیگه یعنی تو میره رباط سمانگان دیگه. اینی منظره عالی کوههای رباطک مسیر بلخ. واقعا افغانستان هر طرفش که ما میبینیم هر مسیری را که ما ببینیم زیبایی بسیار زیاد داره که ما تا حال صحیح و درست هم ندیدیم و که میبینیم میگیم واقعا وطن مقبولیت بسیار زیاد داره. چنل ما رو سابسکرایب کنین لایک کامنت شیر یادتان نره.